شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دکان نجاری می شود. همینطور که مار گشتی می زد بدنش به اره گیر می کند و کمی زخمی می شود. مار خیلی ناراحت می شود و برای دفاع از خود اره را گاز می گیرد که سبب خونریزی دور دهانش می شود. او نمی فهمد که چه اتفاقی افتاده و فکر می کند اره به او حمله می کند و اگر کاری نکند مرگش حتمی است. برای آخرین بار از خود دفاع می کند و بدنش را دور اره می پیچد و اره را فشار می دهد. صبح که نجار آمد روی میز به جای اره لاشه مار بزرگ و زخم‌آلودی را دید که فقط و فقط به خاطر بیفکری و خشم زیاد مرده است. در لحظه خشم می‌خواهیم دیگران را برنجانیم، اما بعد متوجه می‌شویم خودمان را رنجانده‌ایم و موقع این را درک می‌کنیم که خیلی دیر شده. در زندگی لازم است که بیشتر گذشت و چشم پوشی کنیم از اتفاقها، آدمها، رفتارها و گفتارها.